2500 سال قبل گربه‌های ایرانی لشکر مصریان را شکست دادند. این پست رو تا آخر ببینید تا به هوش و ذکاوت ایرانیان باستان پی ببرید. کمبوجی دوم پادشاه هخامنشی قصد حمله به مصر را داشت، اما برای پیروزی در جنگ از یک تاکتیک هوشمندانه استفاده کرد. او می‌دانست که مصری‌ها گربه‌ها را مقدس می‌دانند و به آنها آسیب نمی‌زنند. در واقع گربه یکی از خدایان مصر باستان بود. بنابراین سربازانش گربه ها رو با خود به میدان نبرد بردند و تصاویر گربه ها را روی سپرها، زره ها و کلاهخودهایشان نقاشی کردند. این تاکتیک باعث شد که مصری ها نتوانند حمله کنند و تسلیم گربه ها شدند و در نتیجه لشکر هخامنشی به راحتی پیروز شد و مصر را تسخیر کرد. شگرد هوشمندانه ای که تا امروز نیز هوش و استعداد هخامنشیان را مورد تحسین و توجه قرار داده است. اگر شما هم به نیاکان خود افتخار می کنید، این پست رو لایک کنید